به این 5 دسته از افراد خودتو بچسبون، هر طوری هست به اینا وصل بشو و تو اکوسیستم اینها قرار بگیر. گروه اول اونایی که با اراده و اکتیون، پرتلاش و سخت کوشن. اگه آدم تنبلی هستی این اتفاقا بهترین درمان تنبلیه. گروه دوم کسانی هستن که پر دل و جرأتن، دل شیر دارن، جرأت شروع کردن، جرأت تغییر کردن، جرأت ریسک کردن، جرأت برقراری ارتباط دارن. با آدم ترسا نشین. گروه سوم اونایی که آدمای شادی هستند، اونایی که آدمهای مثبتی هستند، به آینده، به آدما به شیوه مثبت فکر میکنن و برداشت‌های مثبت دارن. با آدم‌های شاد و مثبت معاشرت کن. گروه چهارم اونایی هستن که همت‌های عالی دارن، هدف‌های بزرگ دارن، چشم‌اندازها و ویژن‌های قوی دارن. تو اتمسفر این آدما باش. و گروه پنجم اونایی هستن که علم و آگاهی‌های به درد بخور دارن، تجربه‌های پرمنفعت دارن. با آدم‌های آگاه و پرتجربه معاشرت کن. اگه موفقیت‌های کلان می‌خوای تو محکوم هستی به معاشرت با این 5 دسته از افراد. این ویدیو رو بفرست برای همه کسانی که دلت می‌خواد موفقیت‌های بزرگ و کلان رو تجربه کنن.